روش اضافه کردن کلور به آب استخر، ما چند مدل کلور داریم. کلور مایع هستش که دور تا دور استخر میریزیم و به ازای هر 10 متر مکعب معمولاً 1 تا 2 لیتر بسته به کیفیت کلور هم ربط داره اضافه میکنیم به آب استخر. بعد از اون مرحله اگه خواستید قرص کلور استفاده کنید، به صورت شناور هم میتونید این قرص ها رو داخل این شناورها قرار بدید و روی آب شناور میمونه. مدل دیگه‌ش هم هستش که کلور رو وقتی اضافه میکنید میزان کلور رو هم خودش نشون میده، دیگه نیازی نداره که شما کیت بزنید، ولی این مدل حتما باید شما کیت بزنید. روش بعدی هم استفاده از پودر کلوره که شما کلور رو تو آب حل میکنید و دور تا دور استخر میزنید. تو همین مراحل غیر از اینکه کیت داره، شما حتما برای اینکه بدونید چقدر کلور داخل آب ریختید باید کیت بزنید. اگر کیت بزنید خوبیش اینه که کلور به اندازه کافی مصرف میشه و بیش از اندازه استفاده نمیشه و کلور با کیت تنظیم بشه معمولا آب استخر خیلی بوی کلور نمیده.